نورالحق علومی وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان عصر دیروز در دفتر کارش با شماری از افسران پلیس ملی که به تازگی از قزاقستان به کشور برگشتند دیدار کرد. در این دیدار که سفیر قزاقستان در کابل، قماندان عمومی تعلیم و تربیت و قماندان عمومی پلیس سرحدی نیز حضور داشتند، وزیر امور داخله ضمن سپاسگزاری از همکاری قزاقستان در بخش آموزش نیروهای پلیس ملی کشور، فراغت شمار از افسران پلیس ملی از اکادمی پلیس قزاقستان را گام مهم در عرصه توانمند شدن و مسلکی شدن نیروهای پلیس ملی کشور عنوان کرده، گفت که وزارت امور داخله متحد است تا افراد تحصیل کرده و مسلکی را در پست های مهم جابجا نموده و بیشترین استفاده را از ظرفیت ها و آموخته های آنان نماید. همچنان محصلین فارغ التحصیل از اکادمی پلیس قزاقستان که به تازگی به سویه لیسانس از این اکادمی فارغ شده و به کشور برگشتند ابراز آمادگی کردند که حسب لزوم دید رهبری وزارت امور داخله در صفوف پلیس ملی کشور مصدر خدمت به مردم خویش کردند. ما خوشبختانه تونستیم بعد از مدت 5 سال سپری نمودن درس‌های نظامی عملی دوباره بتونیم به کشور خود بگردیم و ما آماده خدمت و متحد هستیم که در نقطه کشور خود آماده خدمت به وطن، به ملت، به مردم خود میباشیم. علی اصغر معرفت هستم، فارغ التحصیل از اکادمی سرحدی کمیته امنیت ملی کشور دوست قزاقستان. برای مدت 5 سال در تحصیل رفته بودیم و مال خیر به وطن بازگشتیم و آماده خدمت میباشیم. میوان صافی فارغ د کمیته ملی پلیس سرحدی قزاقستان غواړم وطن لپاره صادقانه خدمت وکړم.